سلامتی تومن اگرچه کم ارزش ترین پولای دنیاست، اما تو توشی و من الان با 3 تومن میدونی میشه چیکار کرد؟ فلافلی سلفی، طرف نیم بدون باگت رو برمی‌داره، وسطشو عین لودر خالی میکنه، یه کانال میزنه. مثل این ساعت‌سازا که ضربه میزنه شروع میکنه چیدن فلافل و مخلفاتش، نیم میلیمتر جا بادخور نمیذاره، دیگه سس روش نمیریزه، کل ساندویچو فرو میکنه تو ظرف سس در میاره. 60 تا فلافل میچینه پشت بندش گوجه میره، خیارشور میاد، کلم میره، کاهو میاد، ترشی میره، لبه یه ساندویچ دیگه هم نمیاد. کمربندو میکشه میندازه دور ساندویچ، با سگک چف میکنه. یعنی این ساندویچو مار پیتون نمیتونه ببلعه، اگرم ببلعه 2 ماه طول میکشه هضمش کنه، اژدها میشه. اصلا فروشنده دیدنی بود، 2 بار از حال رفت، آب میریختن روش به هوشش میآوردن، گفتن فلافل به چی مشتری منتظره. نفر بعد رو پا بند نبود، انگار رینگ بوکس آماده بود، میگفت 60 تا میذاری، من 200 تا میذارم. خلاصه که فروشنده فرداش کیکره رو کشید پایین، یه ترازو ساعتی گذاشت تو پیاده رو، وزن گشنگی مردم رو میکشید. بده بعد اینو بگو. آقا سلام. سلام. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. اسم شما چیه؟ سهیل. آقا سهیل. آقا سهیل، اینجا فلافلیه درسته؟ سلفیه درسته؟ بله فلافلی مامانجونه. مامانجون. همین تنها مامانجونیه که تو تهران هست؟ نه کلی مامانجون هستش. تو شهر پر مامانجونه. با اون مامانجونه که تو خیابون می‌بینیم فرق میکنه این مامانجون؟ فرق میکنه تقریبا. دیدی که بعد از عملای جراحی زیبایی هر چی مامان تو خیابون می‌بینی شکل سیندرلان. دقیقاً. درسته، بچه‌هاشون شکل میمونن بغلشون راه میرن. نه. ندیدی؟ خب آقا من میخوام یه سوال بکنم. الان تو مشتری که حالا اومدن تو این مغازه، بیشترین تعدادی که طرف تونسته در توانش بوده فلافل بار بزنه تو ساندویچ چقدر بوده؟ تو نون ساندویچ تو نون ساندویچ 18 الی 20 تا دیدیم. 18 تا 20 تا پر کرده. این خیلی توانمندیه که هنر نزد ایرانیان است و بس. بعد چطور نون هم میومده بعدش؟ اینو تو ارز میچینن، خب به خاطر اون قشنگ خیلی جا میگیره، فیت میشه، بعد کامل میبندنش، 2 تا کاغذ هم میپیچن که ما هم نبینیم مثلا چجوری. فکر کن 2 تا کاغذ میپیچه که نبینه صاحب مغازه که چقدر چیده. پس از ارز میچینن. در واقع بعضی از مشتریایی که اینجا میان فلافل میپیچن واسه خودشون معماران بسیار زبردستی هستن که میدونه که فلافل از ارز بعد بچینی یا از طول. تو بعدش دیگه کاهو و ترشی و بادنجون و سیب زمینی همه چی من دیدم اینجا. ها آره. بعد من میرم بالا سرشون خلاصه برای جمع کردن دیگه، چون همش میریزه دور بر سلفا یا رو زمینه یا رو میری بالا سرش که خجالت بکشه، حیا کنه، بگه آقا دارم نگات میکنم. یه مسئله بود قدیما میگفتن کا مال خودت نیست، کادون که مال خودته. آخه من موندم 18 تا فلافل توی نون ساندویچی باگت به این بزرگی چطور خورده؟ همشو میخوره دیگه. به هر حال تو خوردنش مشکل به مشکل برمیخوره. من بارها دیدم نتونسته بخوره، بعد میبره با خودش باقیشو دیگه میندازه تو کوله میبره دیگه. میندازه تو کوله میبره. روش چی میزنه بره پایین؟ مثلا نوشابه میزنه، آب میزنه، دوغ میزنه، همه چی با هم میزنه. یه دلستر هم میگیره، دلستر رو میکشه سرش، رفیقش رو صدا میکنه با لگد پاش فشار میده تو گلوش، دلستر رو میره بالا، بعد یه آروغ میزنه که جا وا کنه بره پایین. واقعا که عالی بود. دم شما گرم آقا سهیل. پس اینجا شد فلافلی مامانجون، بولوار پروین، درسته؟